خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما و شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا، چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیقی من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را. و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان. و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگرده. میگه همچنان دستش در بالای سری وی دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهید؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدای در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتن تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار و رفیق با یک دیده بینا بینم. میگه دستی خودش دوان بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت. من برای سنجش الهی را بینین آمد. میگه همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم. همون فرشته من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت ای انسان، گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها؟ گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه ای که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این را خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتم. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا با ما و شما می شود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های طلبنده نکنیم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما.
و برزکس می روند و توی انجام می دهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملالشیم از این سخنها. بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود. پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینها بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که به سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین، لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر می اندازین، چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من است، حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی، این لباس ها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرایی که همین لباس ها را از راه های دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمانی کولابی ما و شما میگردن. در گناه کردن چیکار میکند؟ یاردم میکنند. من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها و این ریحها من مسیرة کذا و کذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است. گفت که ها زنهایی که کاسیاتون لباس دارن لکن لباسی دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلاتون ممیلاتون، خود کو بدکار هستن، خود کو بی حیا هستن، لکن این کسل بی حیایشان باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری کنین در خواهر اپاتون اجازت ندین اگر سخن شما در خانه تاثیر داشته باشد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. من سوال و جواب را دوست می‌دارم و با شما اعتقاد دارم. خواهش می‌کنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختری بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بد کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست درازی میکند به سوی یک زن،
در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگرچند که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دست درازی تو هم زنا هست. لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همان دروش، همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست درازی میکنید.